سلام خدمت شما دوستان عزیزم. حدیث سادات جعفری هستم، روانشناس و زوج درمانگر دارای مدرک تربیت درمانگر با رویکرد واقعیت درمانی. داخل مینی دوره امروز در ارتباط با عزت نفس میخوایم با هم صحبت کنیم که اصلا عزت نفس یعنی چی؟ من چرا باید عزت نفس یاد بگیرم؟ اصلا تو زندگی من عزت نفس داشته باشم داستانم چیه؟ عزت نفس نداشته باشم داستانم چیه؟ خیلی خوب به حرفهای من گوش کن. ببین، شما یک درخت رو در نظر بگیر. ریشه درخت عزت نفسه. اون درخت اگر گل بده، میوه بده، رشد بکنه، برگاش اعتماد به نفسه. پس عزت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه. اعتماد به نفس یعنی تواناییامون، استعدادهامون، باور به توانمندیهامون. مثلا من میگم من تو رانندگی خیلی خوبم، خیلی اوکیم تو رانندگی. میگم خب اوکی، پس چون رانندگی توانمندم، باور دارم که میتونم، یعنی تونستم، پس تو رانندگی اعتماد به نفس دارم. بر فرض مثال من مثلا تو آشپزی خوب نیستم، مثال، پس توی آشپزی اعتماد به نفس ندارم. اعتماد به نفس یعنی توانمندیامون تو حیطه‌های متفاوت. قرار نیست هممون تو همه حیطه‌ها توانمند باشیم، نمیشه، ما انسان هستیم، محدود استعدادهامون. و این اعتماد به نفس چیز اکتسابیه، شما کسبش میکنی. مثلا میگی من میخوام تو گیتار خوب بزنم، تو گیتار اعتماد به نفس داشته باشم، میری کلاساشو شرکت میکنی، تو گیتار اعتماد به نفست میره بالا. پس اعتماد به نفس چیز اکتسابیه، به دست میاد. قرار نیستش تو همه حیطه‌ها اعتماد به نفس داشته باشی. اوکی؟ حالا اصل کار اون ریشه است که ما بهش میگیم عزت نفس. تا عزت نفسی نباشه اعتماد به نفسی نخواهد بود. متاسفانه بعضی از افراد به نام افراد خودشیفته، افرادی که خیلی خودشیفتن، خیلی دیگه اعتماد به نفسشون رو سقفه، اینا اتفاقا نقاب توش خالیه. یعنی یه نقاب منمی دارن، من فلانم، خودشیفتن دیگه. اتفاقا اینا آسیب بیشتری تو کودکیشون دیدن. ریشه اتفاقا ضعیف تره، چون تو خالیه، درون هیچی نیست، پوچی، احساس بی‌ارزشی خیلی شدیدی دارن، مجبورن ظاهر قضیه و نقابشون رو، همون اعتماد به نفس، خیلی بالا نشون بدن، خیلی خودشون رو خوب نشون بدن که کسی به درونشون پی نبره، در واقع درونشون لو نره. اتفاقا این باور غلطه، چون زودتر ما میفهمیم که چقدر انسان پوچیه، چقدر تو خالیه، طبل تو خالیه، چقدر احساس بد و ناامنی به ما میده. پس اونایی که خیلی دیگه خودشون رو قبول دارن، خودشیفتن، فکر نکنه اعتماد به نفسشون و اون توانمندیشون درسته، نه، اتفاقا عزت نفس کمتری دارن. پس اعتماد به نفس شد باور به توانمندیامون، ظاهر قضیه، اون چیزی که نشون میدیم. عزت نفس ریشه این درخته، یعنی عشق به خود، یعنی من چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر من موجود با ارزشی هستم، چقدر من دوست داشتنی هستم. فلانی میگه که شالت چقدر زشته، فلان رشته رو انتخاب کردی، چه رشته تو انتخاب کردی؟ تو سری داغون میشی، میریزی، دیگه اون شاله رو سر نمی کنی، از رشتت حالت به هم میخوره، چون باور نداری به خودت. ببین، اون اعتماد به نفس باور به تواناییامون بوده، اونو بذار کنار. الان عزت نفس، من ارزشمند، عاشق خودم چقدر هستم، چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر خودم رو میپذیرم. یعنی حسی که تو به خودت داری. این حس از کجا میاد؟ از کودکی میاد. چقدر توی کودکی احساس مثبت بهت دادن، چقدر تو رو دوست داشتن. تو کودکی به ما گفتن که دخترم اتاقتو تمیز کن، بعد فلان کارو برات میکنم. اگه اتاقتو تمیز نکنی دیگه دوستت ندارم. اگه رفتی مهمونی بیادب باشی دیگه دختر خوب ما، پسر خوب ما نیستی. پس تو میفهمی من زمانی دوست داشتنیم که اتاقمو باید تمیز کنم، من زمانی دوست داشتنیم که نمره خوبی بگیرم، من زمانی دوست داشتنیم که حرف دیگران رو گوش کنم،
مثلا عروسکم و فلان بچه میخواد، مامانم میاد میگه بده دیگه، اگه میخوای دوستت داشته باشم عروسکو بده دربار. من میفهمم من زمانی دوست داشتنیم مورد تایید مامانمم که از خود گذشتگی کنم. حالا الان میرم تو رابطه فقط از خود گذشتگی میکنم. پس ما در بچگی عشقی که به ما دادن شرطی دادن، حمایت شدیم، تحسین شدیم بخاطر نمره، باید با ادب باشیم تا دوستمون داشته باشن. پس هر آن چیزی که به ما دادن شرطی بوده. خیلی هاتون هم یادتون نمیاد دوران کودکیتون و فقط مثبت یادتون میاد، یعنی میگید نه مامان بابای من خیلی هم به من عشق دادن. بعد مراجع میاد اینجا توی دفتر میشینه، من ازش تست میگیرم میبینم هیچ عشق به خودی ندارم، میگه ولی من خیلی به من عشق دادن. اون خانواده هم خیلی بی‌عزت نفس بودن، با باج احساسی خیلی زیاد، اون عقده‌ای که خودشون تو بچگی نداشتن و می‌خواستن درون تو رشد بدن، در صورتی که ژنتیک تغییر نمی‌کنه. اونا شاید به تو گفتن 5 بار گفتن دوستت داریم و شاید تو 6 بار 7 بار ظرفت بزرگتر بوده و ظرف تو سیر نشده، تو فهمیدی من خیلی هم دوست داشتنی نیستم. پس عزت نفس یعنی عشق به خود. شاید خیلی هاتون هم کودکیتون رو یادتون نیاد، اصلا هیچ ایرادی نداره، ما نمی‌خوایم مثلا بریم زوم شیم توی کودکیمون، صرفا نباید یادمون بیاد. حالا هر چی که گذشته الان من رو تعیین میکنه. الان تو آیا با عزت نفس هستی؟ آیا تو رابطه با عزت نفس برخورد میکنی؟ آیا خودتو دوست داری؟ آیا هیکلتو دوست داری؟ آیا عاشق خودتی؟ آیا توی رابطه 2 نفره میای به خودت احترام بذاری؟ خیلی‌ها فکر میکنن عزت نفس یعنی چقدر آرایش کنن، چقدر به خودشون برسن، چقدر لاک بزنن، هر روز برن حموم فلان. اینا نیست. عزت نفس یعنی توی ارتباط 2 نفره چقدر میای احترام به خودت میذاری، چه احساسی به خودت داری. اونایی که من زیادی هم به خودشون برسن یه مدل بی عزت نفسه، برای فرار از واقعیت خودشون رو عوض میکنن، این عمل، اون عمل، این بوتاکس، این ژل، این دوره یعنی فرار از خوده. پس ما تو کودکیمون شما چه بخوای، حتی اگر تو الان خاطرات خوبم یادت بیاد، باز هم تو در کودکی آسیب دیدی. اون احساس الان به خودت داری، این ریشه این درخته که ماهیت و محکم بودن تو رو مشخص میکنه، برای هیچکی محکم نیست. یعنی همه ما تو کودکیمون آسیب دیدیم. یه سریا یادشونه، یه سریا هم یادشون نیست، ولی الان تو رابطهشون شکست میخورن، احساساتیان، کنترلگرن، شکاکن، همش میترسن طرف بهشون خیانت بکنه. اینا دقیقاً بی‌عزت نفس ترینن، چون با خودشون عاشق خودشون نیستن، با خودشون ارتباطی ندارن، برای همین میترسن از تنهایی، میترسن از خیانت. اصلا آدمی که عزت نفس داره ترسی تو وجودش نداره. شما تا زمانی که میترسی، ترس داری در وجودت، ترس از تنهایی داری، یعنی خودتو دوست نداری، چون از تنهایی با خودت میترسی. چون اگه فلانی تو رابطه تنهات بذاری، یا اگه شوهرت بهت خیانت کنه، یا دوستت تو رابطه ترکت بکنه، تو دست و پات میلرزه. چرا؟ چون با تنهاییت حال نمی‌کنی، خودتو دوست نداری. اون باوری که تو بچگی به تو دادن تو دوست داشتنی نیستی. حالا فردی که عزت نفس نداره قرار نیست تو بزرگسالی همه یه شکل بشیم، مدلاش متفاوته. مثلا اونی که خیلی وابسته است عزت نفس نداره، اونی که خیلی دوست بازه یه مدل آسیب دیده، اونی که اصلا دوست باز نیست همش تو تنهاییاش یه مدل دیگه است، اونی که خیلی استرسی و خجالتی و همچین نشخوار داره همش تو خودش یه مدل عزت نفس نداره، اونی که خیلی منم میکنه خودشیفته است یه مدل آسیب تو کودکی. یعنی مدل های متفاوتی داره، قرار نیست هممون شبیه هم باشیم. فقط وظیفمون اینه که الان اگر میخوایم تو رابطه عاطفیمون عشق واقعی رو تجربه بکنیم، بعد اول عاشق خودمون بشیم. باید اول عزت نفسمون رو درمان بکنیم. تا این عزت نفس درمان نشه، من به عشق به خودم نرسم، عشق واقعی رو در جهان هستی پیدا نمی‌کنم. تا من عاشق خودم نشم، شغل خوب، پارتنر خوب، ماشین خوب، موفقیت سمت من نمیاد. من باید به جهان هستی نشون بدم من ارزشمندم، من دوست داشتنیم. خب تو وقتی در کودکیت در ناخودآگاهت به تو گفتن تو دوست داشتنی نیستی، حالا هی بنویس من خوشگلم، نوشته های زرد هست همه جا می نویسن، من ثروتمند هستم، اینا زرده. اینا زمانی که تو هیچ کاری نکنی، فقط بنویسی اینا توهمه، تو کاری نکردی.
اوکی، بعضی جملات ارتعاش داره، انرژی هست، من اینا رد نمی کنم، قبول دارم، ولی اینکه تو فقط خونه بشینی از صبح تا شب پر از آسیب کودکی باشی، حال بد، احساس بی‌ارزشی، من دوست داشتنی هستم، مگه اون احساس تغییر میکنه درون تو؟ پس ما هممون در کودکیمون آسیب دیدیم و احساس بی‌ارزشی درون همه ما هست، فقط به مدل‌های متفاوتی میزنه بیرون در آدم‌ها. یکی خیلی خدمات میده، با خدمات دادنش، محبت زیادیش که میخواد همه رو سیراب کنه، بگم ببین من چقدر آدم خوبم، چون در ناخودآگاهش میدونه که خوب نیست، با محبت کردن بیش از اندازه میخواد بگه من خوبم. بعضیا خیلی وابسته میشن سریع، یعنی نیازمند. وابستگی بده. اگر تو رابطه فرد وابسته هستی باید بری عزت نفستو درمان کنی. وابستگی نیازمندی، یعنی من نیازمندم. زود، چون اون عشقی که در کودکی پر نشده، به تو عشق ندادن، سریع دنبال یکی که یکی از بیرون بیاد بشه پارتنر تو و سریع اونو پر بکن. اصلا نمیتونی تنها زندگی کنی. اینم باز یه مدل دیگه است. پس ما چه بخوایم چه نخوایم هممون در کودکی آسیب دیدیم. انقدر عزت نفس مهمه که حتی اگر یک نفرم یعنی زندگی خوبی هم داشته باشه، باز من بهش میگم تو مسیر عزت نفس بیا. چون اصلا حلقه گم شده همه انسان هاست عزت نفس، یعنی بزرگی نفس. تو اگر بخوای قدرت درون داشته باشی، به همه چی برسی، حالت خوب بشه، عزت نفسه. یه بخشش تویی، یه بخشش ناخودآگاه توئه. یعنی چی؟ ببین 7 سال اول زندگی، دوران کودکی، هر چی به تو فهموندن، هر باوری در ذهن تو گذاشتن در ناخودآگاه تو الان جذب میکنی. شاید تو در ناخودآگاهت بی‌ارزشی داشته باشی، دقیقاً بی‌ارزشی جذب میکنی. پس ما وظیفمونه بریم کودکیمون رو حل بکنیم. چه بخوای چه نخوای، ما هیچ ارتباطی با خودمون نداریم و ارتباطمون با خودمون قطعه، چون خودمون رو دوست نداریم، چون عاشق خودمون نیستیم. مثلا گریه کردیم، گریه نکن، هر وقت برو، هر وقت گریه تموم شد بیا. یا مثلا گریه‌مون رو سریع یه چی گوشتن روش، یه اسباب بازی دادن که دیگه من گریه نکنم. مثلا هیچ شناخت احساساتی نداریم. کلا ارتباط با خودمون قطع. بعد مثلا انتظار داریم تو رابطه عاطفی میریم ارتباط خوبی داشته باشیم، ارتباط عمیقی با پارتنرمون برقرار کنیم. چرا دوستم نداره؟ تو مگه خودت با خودت ارتباط داری؟ تو مگه خودتو دوست داری که همسایت بیاد تو رو دوست داشته باشه؟ من مراجعه دارم انقدر لاغره، باز میخواد لاغر شه. اصلا هیکلش رو دوست نداره. لاغره ها، ولی باز میخواد خودش رو لاغر کنه. اصلا خودش رو دوست نداره. ما هممون به یک نحوی خودمون رو دوست نداریم. نگو الان خودم رو دوست دارم که من این رو قبول ندارم، ردش میکنم. میخوای بهت ثابت کنم؟ بعد از این ویدیو یه مراقبه برات آماده کردم. مراقبه دیدار با کودک درون. بهت قول میدم کودک درونت رو تا حالا ندیدی. بهت قول میدم اصلا نمیدونی چه شکلی هست. بهت قول میدم حالش خوب نیست. چون تو اگر عاشق خود باشی قطعا ارتباط با کودک درونت خوبه. ببین بعضی از انسان ها کودک درونشون خیلی فعاله. اینا هم خوب نیستن ها. آدم ها باید هم کودک درونشون رو تعادل باشه، هم بالغشون. بعضیا فقط کودکن. فکر نکن الان تا من اسم کودک درون آوردم پس آدمای کودک درون فعال دارن پس خیلی آدمای با عزت نفسی هستن. نه، بعضیا انقدر کودک درونشون فعاله و شیطونن اصلا نمیدونه در جایگاهی باید چجور حرف بزن، چجور رفتار بکنه. کلا کودکه. اینا اتفاقا انقدر بهشون بی‌توجهی شده در کودکی، این کودک درونه به خاطر توجه گرفتن خیلی از رفتارا رو انجام میده. خلأ توجه داره، بیش فعال شده. من کودک درون خیلی هم آرومه وقتی که ارتباط باش وصل بشه. پس عزت نفس تا الان ما متوجه شدیم چی شد. یعنی چی؟ یعنی عشق به خود. من چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر خودم رو میپذیرم، چقدر اعتماد به خودم دارم و چقدر خودم رو قبول دارم. خودم، فقط خودم، نه توانمندیامونو. اون تواناییامون میره توی اعتماد به نفس که از نظر من تا عزت نفسی نباشه اعتماد به نفسی نخواهد بود. یعنی اگر دنبال حتی اعتماد به نفسی، اول عزت نفس ریشه
موفقیت تو در کار، رابطت، حال خوبت در زندگی، اول عزت نفسه. تو تا اول به خودت وصل نشی به جهان هستی وصل نمیشی. پاداشی هم از جهان هستی دریافت نمی کنی. شغل خوب، کار خوب، انرژی خوب، رابطه خوب، پارتنر خوب، همسر خوب دریافت نمی کنی. چجور عاشق خودم بشم؟ چیکار کنم بفهمم مثلا عاشق خودم هستم یا نیستم؟ تو باید تو مسیر عزت نفس حتما بیای. وقتی تو این مسیر بیای میفهمی که عزت نفس تو منفی 100 یا منفی 50 یا 0. بعضیا به نظر من 0 هم نیست، منفی هم. بعضیا به نظر من منفی. یعنی من تو این چندین سال تجربه کاریم اصلا نداشتم کسی با عزت نفس، اصلا نداشتم. بعضیاش مثلا شاید 0 یا 10 مثلا نمره بالا نداشتیم و منفی همه. تو تا زمانی که وارد مسیر عزت نفس بشی تازه میفهمی آسیباتو میشناسی. چون الان مغز شما از بچگی به اون آسیبا عادت کرده. الان فکر کن همه چی خوبه، خودت عالی، بیستی، چون تو اون ترومات هستی، در زخم‌های روانت عادت کردی بهشون، داری زندگی میکنی. الان 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته، من نمیدونم، ولی به این سبک زندگیت عادت کردی چون به تروماهات عادت کردی. تروما چیه؟ زخم‌های روان. مثلا تو بچگی پدر مادرت رو از دست دادی، یا کتک خوردی، مقایسه شدی، نمره بد گرفتی، تنبیه شدی، هر چی تو جمع خورد شدی. هر اتفاق تلخ و دردناکی که احساسات منفی ایجاد میکنه تروما، یعنی زخم روان ایجاد میشه. ما هممون تروما داریم. منیم که الان جلوت نشستم پر از تروما بودم. رفتم پیش سوپروایزرم گروه درمانی و ترومامو حل کردم. هنوزم میرم و پیگیرشم. چرا که نه؟ پس فکر نکن که تو یه آدم بیستی و هیچ ترومایی نداری. ما تا زمانی که تروما و زخم روان داشته باشیم و بهش رسیدگی نکنیم چه عزت نفسی؟ تو وقتی بچت حالش بد باشه، اگه واقعا عاشق بچت باشی ولش میکنی یا بهش رسیدگی میکنی؟ سوپ میدی، غذا میدی، دارو میدی. عشق به بچت اگه داشته باشی بهش رسیدگی میکنی. چرا به خود رسیدگی نمیکنی؟ پس چرا به روانت رسیدگی نمیکنی؟ 50% اتفاقات زندگیت رو ناخودآگاه و روانت رو داره جذب میکنه. تو اگر ترومای بی ارزشی داشته باشی دقیقاً تو رابطت بی ارزشی جذب میکنی. اگر تروما از پدرت داشته باشی، پدر بدی بوده، یه شوهر بد جذب میکنی، یا به یک شکل دیگه. خیلی داستان پیچیده‌ایه، من اینجا همشو نمیتونم بگم. پس خیلی از مسائل مربوط به روان توه، مربوط به ناخودآگاه و تروماهای توه. و هی تو رابطه هایی میری که حالت خوب نیست، یا مثلا همه چی داری، خوبه، پول، ماشین، خونه، رابطه خوب داری، ولی حال درونت باز میبینی بده. پس یه چیزی هست تو روان ما، یه چیزی هست باید بریم حلش کنیم. و تروماهامون رو پیدا کنیم و درمانش بکنیم. در این صورت یعنی رسیدگی به خودمون، راه ورود به خودمون، وصل شدن با خودمون، پذیرش خودمون، در آغوش گرفتن خودمون. این عشق به خود میاره. این یعنی عزت نفس. آیا حالا عزت نفس داری؟ خیر. یک مراقبه‌ای براتون آماده کردم. مراقبه دیدار با کودک درون. یک بخشی از وجود ما، بخش احساسات ما، همون کودک درون ماست. خیلیامون با این ارتباطی نداریم چون اصلا عزت نفسی نداریم و این کودک حالش بده. یک مراقبه رایگان براتون آماده کردم که داخل این مینی دوره میری و با کودک درون دیدار میکنی. قطعاً بیش از 99% شما کودک درونتون رو با حال خوب نمیبینید، حالش بده. آره، چون راه ولش کردی. وقتی تو کودک آسیب دیده رهاش کردی، نمیدونی چشه. ببین، روان ما با سلف گاد، جهان هستی، در ارتباطه. ایگو سلف با سلف گاد در ارتباطه. هر چیزی در روان تو باشه در جهان هستی هم به وجود میاد، جذبش میکن. اگر در روان تو این باشه که تو بی‌ارزشی، تو نفر دومی، تو هیچی نیستی، اینا از کودکی اگه گرفته باشی، دقیقاً الان همین حسو به خودت داری. تو رابطه میری همین رو تجربه میکنی، پوچی، بی‌ارزشی، عدم دوست داشتنی بودن.
چون دقیقاً عزت نفس هم که نداری، خودت هم که دوست نداری، رفتارهای از خود گذشته، مثلا بهت خیانت میشه، میترسی وای من برم دیگه نمیتونم بدون اون زندگی کنم، میمیرم، تو زندگی میمونی. دومین خیانت، سومین خیانت، همچنان هستی. یعنی خط قرمز تو داره له میشه، تو میگی خط قرمز من به درک، من کیم؟ همچنان هیچ کاری نمیکنی چون عزت نفس نداری. بعد این خدایا چرا انقدر من بدبختم؟ چرا؟ به تو با آدم بی عزت نفس با رفتارهای خودش دقیقاً زندگی رو برای خودش تلخ میکنه، چون عزت نفس نداره. عزت نفس عشق به خود، و اگر تو به دستش بیاری به همه چیز میرسی، به حال خوب میرسی، به خدا میرسی. اصلا کلمه خدا به خدا، به خودت بیا با مسیر عزت نفس. حالا چجور عاشق خودم بشم؟ اول باید بری خودتو پیدا کنی، بعد بری تو کودکیت شخم بزنی، چه آسیب هایی دیدی، اون آسیب ها رو حل کنی، پیدا کنی ناخودآگاهتو، شخم بزنی رفتارهای بدی که با تو شده، و در آخر به حال خوب میرسی، چون بسیاری از موارد منفی رو تخلیه میکنی. خیلی ها زیادی عصبانی هن، چون تو کودکیشون انقدر تحقیر شدن و نادیده گرفته شدن، خشم دارن. مثلا 100 کیلوگرم تو ناخودآگاهشون خشم دارن. امروز آدمای عصبانی هستن. خیلی ها امروز آدمای غمگینی هن، چون در ناخودآگاهشون کلی غم وجود داره، تو کودکیشون غم رو تجربه کردن. تو اینا رو اصلا خبر نداری و الان تبدیل شدی به یک آدم زودرنج، حساس، پر از احساسات متناقض. و همه اینا رو باید تخلیه کنی. عزت نفس یعنی رسیدگی به روانمون و در نهایت عاشق خودمون بشیم. چطوری؟ تو خودت الان بسیار آسیب دیده ای. مثلا فکر کن بچت زخمیه، داغون، تو نمیبریش بیمارستان، نمیبریش دکتر حالش خوب بشه؟ اگه بچه مثلا برات مهم نباشه هیچ کاری براش نمیکنی. دقیقاً داری هم کارو بر خود میکنی. روان تو پر از تروما و زخم، هیچ کاری براش نمیکنی. آدم خشمگینی هستی، میگی من مدلمه، ویژگی اخلاقی مینه، من کلا زود عصبانی میشم. نه عزیز من، تو پر از آسیبی، چون تو کیلو خشم در ناخودآگاهت داری حمل میکنی. پس در طول زندگی زود خشمگین میشی، خشمت بالاست و اینها باعث میشه که تو به خیلی از چیزها نرسی و دستانداز در زندگیت ایجاد میشه. عزت نفس رو جدی بگیر، یعنی رسیدگی به خود. روانت رو اول پیدا میکنی، خودتو پیدا میکنی، آسیباتو پیدا میکنی، زخماتو دونه دونه پیدا میکنی، مرهم زخمات میشی. مثل پماد زدن به یه زخم هست، باعث میشه اون زخم عفونت نکنه. مثلا خیلیاتون الان ترس دارید، ترس از تنهایی دارید، ترس از طرد شدن دارید، یا تو کودکیتون فوت رو تجربه کردید، فوت پدر مادر، یا بچه طلاق هستید. اصلا بچه طلاق هم نه، مدل های مختلف. ببین هممون آسیب دیدیم، آسیبا رو الان اینجا نمیتونم نام ببرم، باید بریم دونه بدونه پیداش بکنیم و حلش بکنیم. اولین مرحله دیدار با اون کودک درونمونه. اول باید بریم ببینیم. وقتی که دیدیم کافیه خانم جعفری؟ وقتی مراقبه رو من انجام دادم، کودک درونم رو دیدم، آیا کافیه؟ خیر. تو با این مراقبه‌ای که من برات گذاشتم فقط میری میبینیش. مثل که بچه رو رفتی دیدی، اینکه بچه دارو چی میخواد، درمانش چیه، حالش بده، کجاش زخمی، اینا رو بعد تازه بری حلشون بکنی. الان تو فقط برای شروع میری اون کودک رو میبینی و بعد باید حل کنی زخماش رو. چطوری حل میشه؟ یا یک تراپی تو شهر خودتون در نظر بگید، با جلسات مشاوره روانکاوی برید که کودکیت رو شخم بزنی و لایه‌های ناسالم رو درونت پیدا بکنی، حلشون بکنی، به حال خوب برسی، عاشق خودت بشی تا بتونی یک رابطه خوب تجربه بکنی، تا همسر تغییر کنه. با تغییر تو دنیای بیرون تغییر میکنه، شک نکن. ماش نگاهمون به بیرونه، چرا بهم خیانت کرد، چرا دیگه دوستم نداره، چرا فلانی قدرمو نمیدونه، چرا فلانی پولمو خورد. نگاهت از بیرون بعدا بیاد تو. خیلی از اتفاقات بیرون از طریق ناخودآگاه داری جذب میکنی. تا کی میخوای کنترل به بیرون داشته باشی؟ مگه میشه؟ مگه ما اصلا کنترلی به بیرون داریم؟ حتی یک خانوم به شوهرش هم کنترل 100% نداره. اگر فکر کنه داره، باورش غلطه. و همین باور ادامه بده با کنترلگری که طلاق عاطفی به وجود میاد، در نهایت بهش خیانت میشه. پس باید بیایم حل بکنیم. با حل کردن رابطمون خوب میشه و دنیای بیرون تغییر میکنه.
متوجه شدید عزت نفس یعنی چی بچه‌ها؟ مردها، خانوم‌ها و تمام انسان‌های با ارزش دنبال آدم با عزت نفس هستن، آدم امن. فکر کن یک ساختمونی هست، مثال عزت نفس اینجا خیلی قشنگه، یک ساختمونی هست توی یک زلزله فرو میریزه، مثلا زلزله میاد توی خیابون، یه ساختمون میریزه، ساختمون بغلیه تو همون زلزله محکم میمونه، هیچ چیش نمیریزه. اصطلاحاً چی میگن اینجا؟ میگن اون ساختمونی که سالم موند تو اون زلزله امنیت بیشتری داشته، ایمن ساخته شده، بیسش محکم ساخته شده. همین ساختمون مثال انسانه. اون ساختمونی که فرو ریخت انسان‌های بی عزت نفسن، اون ساختمونی که سالم موند انسان‌های با عزت نفسن. ریشه قوی، انسانی که سالم و با عزت نفس، بیسش محکمه، با اتفاقات زندگی مثل خیانت و طرد شدن و اینا نمیریزه همه چی رو خراب کنه، محکمه، ترسو نیست، ترس از دست دادن نداره که وای من میترسم از تنهایی، میره بچسبه به شوهرش، بچسبه به زنش، تو رابطه بره بچسبه، چسبنده بشه، کنترلگر. اینا بی عزت نفسان، چون این هر لحظه ممکنه فرو بریزن، میخوان هی تکیه بدن به یکی. یا آدمای خیلی قدرتمندن، باز ظاهر رو فقط قضیه رو نگه داشتن، درونشون پر از آسیبه، پر از خلأ احساسیه، پر از ندیده شدن. پس ببین هممون به یک مدلی در کودکی آسیب دیدیم، امروزه ظاهر متفاوتی داریم ولی پشت این ظاهر هممون آسیب دیدیم، باید بریم حلش بکنیم تا رابطمون خوب بشه، به خیلی از مسائل برسیم. پس اول تو باید به درونت وصل بشی و شاهکلید رسیدن به همه چیز، حال خوب، دوری از افسردگی، درمان افسردگی، نشخوار ذهنی، استرس، اضطراب، خجالت، خشم، همه اینا خلاصه میشه تو عزت نفس. برای شروع من این مینی دوره رو آماده کردم. این مینی دوره از اسمش معلومه، مینی دوره، نه دوره اصلی، مینی دوره عزت نفس که تو رو با عزت نفس آشنا کنم، یک قدم، حداقل یک قدم تو رو به مسیر عزت نفس بیارم و تو رو با خودت روبرو کنم. یک دوره اصلی دارم به نام دوره عزت نفس. من یک بخش از دوره اصلی و هم مراقبه با کودک درون رو آوردم براتون رایگان کردم، اینجا گذاشتم. یعنی اگر تو کودک درونت رو دیدی حالش بده و اگه بخوای حال بدیش رو خوب بکنی، دیگه باید بیای تو دوره عزت نفس اصلی و اصلیه رو تهیه کنی. این فقط یک مینی دوره است برای اینکه تو بفهمی عزت نفس داری یا نداری، اصلا عزت نفست چیه، و به عنوان هدیه دوره رو وایس مراقبه رو براتون رایگان کردم، مراقبه دیدار با کودک درون. گفتم قدم اول راه ورود به عزت نفس اول دیدار با کودک درون ماست. باید این کودک درون ما حالش خوب بشه، حالش بده. یه بخش از ناخودآگاه ما کودک درون ماست، باید حالش خوب بشه تا این ناخودآگاه حالش خوب بشه، جذب‌های خوبی داشته باشه، تو زندگی اتفاقات خوبی براش رخ بده. پس اول میید کودک درونتون رو میبینید، توی وایس بعدی هستش، یعنی توی این مینی دوره جلسه بعد مراقبه کودک درونی که براتون رایگان کردم. وقتی مراقبه رو گوش میدید خیلی اتفاقات خاصی براتون میفته، یعنی قطعا گریه‌تون میگیره، چون برای اولین بار بعد از سالیان سال دیدیش. فوق‌العاده است. احساساتت رو رها کن، بذار بیاد بالا، غم میاد، خشم میاد، گریه میاد، بغض میاد، بذار بیاد بالا، خودت رو رها کن. فکر کن من یک رودخونه‌ای هست، تو این جریان تو رو رها می‌کنم، بسپار خودتو به آب برو. و این مراقبه رو که میخوای انجام بدی دورت خلوت باشه، کسی نباشه، چون برای اولین بار بعد از مدت‌ها میخوای ورود کنی به خودت. قطعاً این ورود خوشایند نیست، گریه داره، چون کودک درونت تو حالا ندیدی، بهش توجه نکردی، عزت نفسی نداشتی اصلا. بعد از اندی سال اومدی گفتی سلام من هستم، قطعاً حالش بده. انشالله حالا ببینش، همین دیدنه کلی گره در زندگیت باز میشه، کلی حالت رو خوب میکنه، کلی سبک میشی. ولی فکر نکن همین یه مراقبه یعنی من حالم خوب شد خب بریم دیگه، نه، این حال خوبه موقته، چون تو فقط کودک درونت رو میبینیش. بعد بری حالا قول بهش بدی که من از این به بعد کنارت هستم. چجوری؟ باید حالش رو خوب کنی، باید آسیباش رو پیدا کنی، زخمهاش رو پیدا کنی و زخمهاش رو درمان بکنی که اگر کسی خواست احساس ارزشمندیش اومد بالا، خودش رو ارزشمندید، خودش رو لایق یک زندگی خوب با رابطه عاطفی خوب، شغل خوب، حال خوب دید، قطعاً دوره عزت نفس اصلی رو تهیه میکنه و میگه من لایق داشتن حال خوب هستم، میخوام کودک درونم رو شفا بدم.
میخوام به عزت نفس برسم، میخوام زخم‌های کودکیم رو شفا بدم، میخوام حالم خوب بشه. اگر کسی به این مرحله برسه قطعاً هم دوره عزت نفس ما رو تهیه میکنه که دوره عزت نفس اصلی هم داخل سایت هست، میتونید برید تهیه کنید. حتما ما هر روزا داخل پیج اینستاگرام، داخل استوری کلی آموزش میذاریم در ارتباط با رابطه عاطفیتون، عزت نفستون. دوست داشتید پیجم حتما نگاه کنید. افرادی که دوره اصلی عزت نفس هم شرکت کردن نتایجشون داخل پیج هست. هایلایت نتایج عزت نفس رو برو بخون. شاید یکی از اون نتایج باورهای محدود کننده تو از بین برد و تو رو وارد اون مسیر اصلی زندگیت کرد. پس حتما نتایج عزت نفس رو بخونید. حتما برسیم به مراقبه عمیق و مقدسمون و دیدار با خودمون. اگر الان در جای شلوغی هستی، شرایطش رو نداری، مراقبه رو بذار بعد انجام بده. حتما یا شب وقتی همه خوابن، چون قراره گریه کنی، رهاسازی انجام میشه. کاملا میخوام خودتو بسپاری دیگه. و یادت باشه صرفا این مراقبه کافی نیست، اما خیلی از گره ها رو برات باز میکنه. این مراقبه معجزه است. با همین مراقبه خیلی ها شفا پیدا کردن. پس تو رو میسپارم به این مراقبه. اگر تو مراقبه دیدی اون کودک حالش بده و نیازه که بهش توجه بیشتری بشه، حتما بهت پیشنهاد میکنم که دوره عزت نفس رو تهیه کنی. اگر هم دوست نداشتی دوره عزت نفس رو تهیه کنی، توی شهر خودتون حتما یک روانشناس پیدا کن و جلسات تراپی رو باهاش ادامه بده که بخوای اون کودک درون رو به حال خوب برسونی. دوست داشتی با من ادامه بدی که در دوره اصلی عزت نفس که 20 جلسه است و هر جلسهش با کلی تمرین به کودکیمون ورود میکنه، مثل یک جلسه تراپی میمونه. من در خدمتتون هستم. انتخاب با تو. فعلا حالا بذار بریم مراقبه رو با هم دیگه انجام بدیم، چون قراره کلی به خودمون نزدیکتر بشیم و خودمون رو لمس کنیم. راستی قبل از انجام مراقبه یکی دو تا از عکسای کودکی تو، ترجیحاً یه دونه از عکسای کودکیت رو نگاه کن. حالا این کودکی میتونه 3 سالگی باشه، 2 سالگی باشه، 5 سالگی باشه. یکیشو نگاه کن. چون خواستی با کودک درونت ارتباط بگیری، این عکس به تو خیلی کمک میکنه. به چشماش تو عکس نگاه کن، چند سالشه، چه لباسی پوشیده، همه اینها رو نگاه کن. همشو. دوستتون دارم. بریم که وایس رو با هم دیگه گوش بدیم. بعد از وایس اگر دوست داشتید که دوره عزت نفس رو تهیه کنید، داخل سایت میتونید تهیه بکنید یا با پشتیبان ما تماس بگیرید. به خدای بزرگ میسپارمتون. مراقبه تا لحظاتی دیگه شروع میشه. لطفاً در یک جایی که کاملا سکوت برقرار هست بنشینین، هندزفری بذارین، دستاتون رو رها بکنید و چشماتون رو باید ببندید. بهتره که کسی خونتون نباشه. اگر میدونید که این شرایط رو ندارید، یعنی دورتون شلوغه، آمادگیش رو ندارید، لطفاً ویدیو رو استاپ کنید. مراقبه رو بذارید آخر شب یا یه تایمی که شرایطش رو داشته باشید. نذارید که مراقبه رو همینجوری رو هوا گوش بدید. این مراقبه بخواد سوخت بشه براتون. بهتره توی اون شرایط اول قرار بگیرید، بعد مراقبه پلی بشه براتون. پس باز تکرار میکنم، اگر در شرایطش نیستید لطفاً گوش ندید، چون ذهنتون میشنوه و سوخت میشه در واقع و اون اثرگذاری رو دیگه نداره. پس شرایط رو مهیا بکنید و بعد از اینجا بعد رو انشالله شروع کنید. سلام خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امشب میخوایم سفر کنیم به دنیای درونمون، جایی که همه چیز اونجاست. کلید اصلی حال خوبمون، رابطمون، اقتصادمون، همه چیز اونجاست، ولی ما ازش بیخبریم و نمیتونیم ارتباط بگیریم چون خیلی هم جدیش نمیگیریم. امشب میخوام فقط چند دقیقه تایم به خودت اختصاص بدی. بعد از این همه مدت، این همه تایمی که برای بچه، همسر، دوست، آشنا، پدر، مادر میذاری، امشب برای خودت باشی. کاملا در یک محیط آروم، کسی نباشه کنارت، کسی بهتر که همه خواب باشن، شب باشه و توی این تایم انجام بدی مراقبت رو تا این مراقبه هدر نره. خب سعی کن توی فضایی بنشینی که ستون فقراتت صاف باشه، 4 زانو بشین و دوست داری میتونی دراز هم بکشی، ولی خب اگر بنشینی خیلی بهتر هستش. توی گوشیت هم حالا
اگه داری صدای من رو میشنوی گوش رو تو دستت نگیر یا هندزفری بذار و چشمات رو ببند. کاملا خودت رو رها کن. نفس عمیق، دم، بازدم. مهم نیست چند تا انجام میدی، بهش توجه کن. اون هوایی که وارد ریت میشه و بعد خارج میشه توجه کن. فکر کن اولین باره که میخوای به خودت توجه بکنی. بعد از این همه تایمی که به همه توجه میکنی جز خودت. در همین حین که داری بازدم انجام میدی، دم و بازدم، به پاهات توجه کن، به انگشت پاهات، به ساق پاهات، زانوات، حسشون کن، لگنت، به شکمت، به ریه‌هات، به قفسه سینت، به قلبت توجه کن، به گردنت توجه کن. حالا به دستات توجه کن، احساسشون کن. حالا بیا توی چهرت. آره، یک چهره کاملا معصوم که خیلی جاها دیده نمی شده. تو بچگیامون میگفتن که تو دعا کن، دعای تو میگیره. تو چون پاکی دعا کن، دعای بچه ها میگیره. چرا؟ چون بچه ها پاکن. در صورتی که این یه برچسبی بود که ما زدن. ما بزرگم شدیم، همین الان هم ما پاک هستیم و این باریه که ما داریم رو دوشمون میکشیم که من دیگه پاک نیستم. اون کودکی که بچگی همه بهش میگفتن که تو پاکی، تو بیا برامون دعا کن، اون الان در وجود تو هست. الان میخوایم بریم ببینیمش. خیلی لحظه شگفت انگیزیه. میخوام همینطور که تو حال خوب و سبکی هستی بری به سمت خونه کودکیت، خونه‌ای که قدیم اونجا زندگی میکردید و کودکیت توی اون خونه سپری شده. آره، وارد حیات اون خونه شو. حالا شاید چند تا خونه تعویض کردید. اون خونه‌ای که خیلی به چشمت میاد و کودکیت توی اون خونه بوده. حالا میخوای 2 ساله باشی، 4 سالگیت یا 5 سالگیت. آره، وارد اون خونه شو. برو به سمت اتاقی که اتاق تو بود. شاید اتاق خواهر برادرات هم بوده ولی وسایلات هم توی اون اتاق بود. میخوام در اون اتاق رو باز کنی. وقتی در اون اتاق رو باز کردی میبینی که کودکیت اون گوشه اتاق نشسته، داره بازی میکنه با وسایلاش. نمیدونم اسمت چیه. بغل اسمت یه کوچولو بذار. من میگم حدیث کوچولو اون گوش است. آره، حدیث کوچولو اون گوش است. یه کوچولو کنار اسمت بذار، برو پیشش. آره، برو کنارش. میخوام ببینیش داره چی کار میکنه، داره بازی میکنه، تو هم بشین کنارش. میخوام مرور کنی الان که چه لباسی پوشیده. آره، لباسش رو حتما تو ذهنت داشته باش. آفرین. موهاش چه شکلیه؟ با چی داره بازی میکنه؟ همه رو مرور کن. و کم کم به چشماش نگاه کن
بگو بیا از این به بعد من میخوام باهات بازی کنم. بیا با من بازی کن. میشه بیای؟ میخوام باهات صحبت کنم. بعدش قول میدم بری بازی کنی. بهت قول میدم بعدش باهات بازی کنم. میشه بهم نگاه کنی؟ میخوام باهات صحبت بکنم. تو چشماش نگاه کن. چی میبینی؟ ترس؟ تنهایی؟ خیلی ها تو این لحظه تنهایی میبینن تو کودک درونشون تو چشماش و این دیده نشده. اون جایی که ما اگه نمره خوبی گرفتیم رفتیم گفتیم من 20 شدم، گفتن دیگه کی 20 شده؟ و تو فکر کردی که کسایی دیگه هم هستن که 20 شدن، پس اصلا اهمیتی نداره و مقایسه شدی مداوم. شرطی دوست داشتنی بودی. آره تنهاست. میتونه تنهایی هم تو اوج چشماش باشه. قشنگ تو تخم چشماش نگاه کن ببین چه احساسی میبینی. غم میبینی، دلتنگی میبینی، گریه میبینی، تنهایی میبینی، چی میبینی؟ میخوام برام بگی. اگر بغضت بالا آمده به هیچ عنوان جلوی بغضت رو نگیر. بغضت رو رها کن. آفرین. این اولین باریه که تو داری با خودت روبرو میشی و این لحظه فوق‌العاده است. تو چشماش هر احساسی رو که میبینی ببین اون احساسش چی میخواد به تو بگه. مثلا اگر ترسه ببین ترسش به تو چی میخواد بگه. اگر این بچه استرس داره استرسش به تو چی میخواد بگه. پیدا کن. اون دلیل احساس منفیش رو پیدا کن. من سکوت میکنم که تو مرور کنی. حالا تو چه احساسی به اون داری؟ وقتی میگم چه احساسی، شخم بزن درونت رو و اون احساس رو پیدا کن. خیلیاتون شاید این مراقبه رو قبلا هم رفتید با خود من تو جلسه درمانی و این دیدار هر بار هم که تکرار بشه باز تازه است. باز باید بهش سر بزنیم. از این که تو چشمای اون یک سری احساسات رو دیدی، حالا الان تو چه احساسی داری؟ بگو. بهش بگو کوچولو. میدونی؟ حالت اسمت هم کنار کوچولو بهش بگو. بهش قول بده به جای تمام اون دیده نشدن هایی که توی کودکی تجربه کرده از امروز به بعد دیگه تو هستی. دیگه بدم هستی. یا بهش قول بده. بهش قول بده که مادر اصلیش دیگه پیدا شده. تو به عنوان یک انسان بالغ کنارشی، نه اون والده. اون والدی که همش میخواد بگه بکن نکن، نه. همش میخواد دیگران رو ارجحیت بده، نه. یک بالغ کنارشه. بهش قول بده که هستی. نوازشش کن. تو آغوشش بگیر، بغلش کن. اگر داری گریه هم میکنی به هیچ عنوان جلوی بغضتو نگیر. این گریه فوق‌العاده به رشد تو کمک میکنه و مقدسه. مثل یک عبادت میمونه و این گریه برای خودته. این مقدسه. مرسی که برای یک بارم که شده به خودت توجه کردی. حالا باز هم تو چشماش نگاه کن. از این که تو رو پیدا کرده الان چه احساسی داره؟ از این که بعد از این همه سال تو اومدی پیشش چه احساسی داری خودت؟ آره تو بهش وعده دادی دیگه هستی، دیگه برای همیشه کنارشی. بیشتر میخوای بیای ببینیش، بهش سر بزنی، بیشتر میخوای اون کمبودا رو جبران کنی.
هر احساسی که این کودک درونت داره، هر کسی باهات وارد رابطه بشه میفهمه این رو. و اون احساسی که ما همیشه به کودک درونمون نمیدیم، اون کودک درونه از پارتنر و همسرمون میخواد. برای همینه که این بچه همیشه محبت میخواد، چون منو نداشته، چون من نبودم بهش محبت بکنم. پس این محبت رو از کی میخواسته؟ از شوهر، پارتنر، همسر و جامعه و دوست، تایید میخواسته. چرا؟ چون اصل کاری رو نداشته. اصل کاری کیه؟ آره تویی. تو رو نداره. و اون بخش احساسات ما، نیاز به عشق ما مخصوص این کودک است. اونی که عشق میخواد اینه. اون جایی که میبینی حالت بده چون این سیراب نیست. کی رو نداره؟ بگم به کل آدم جهان، به بهترین پارتنر واسچی، ولی تو باید باشی براش. تویی که 100% سیرابش میکنی. پارتنری باشه که دنیا هم به پاش بریزه، باز ته دلش باز یه چیزیش گمه. تو گمی براش. تو اصل کاری. خب یه نفس عمیق بهش بگو برو بازی تو بکن. قراره زیاد دیگه بیام پیشت و باهات صحبت بکنم و با هم دیگه بازی بکنیم. از این به بعد قول میدم دیگه کنارت باشم، حتی بیشتر از قبل. تو چشاش چه احساسی میبینی الان اینو بهش گفتی؟ آره، خودت چه احساسی داری الان اینا رو گفتی بهش؟ مرسی، لذت، خوشحالی، شوق، یه حس تازه متولد شدن. مرسی. حالا کم کم از اون اتاق بیا بیرون. وارد خونه ای شو که الان داخلش هستی. چند تا نفس عمیق بکش. تو الان تو خونه خودتی و اون کودک همیشه درون تو هست. باید احساسش بکنی و باز هم میریم پیشش، ولی بدون منتظره که قولایی که دادی رو عمل کنی. حالا کم کم چند تا نفس عمیق بکش. چشمات رو باز کن و همین الان که چشمات رو باز کردی، یک کاغذ خودکار بردار و هر احساسی که داری رو کاغذ خودکار بنویس. میخواد نصف صفحه بشه، میخواد 10 صفحه بشه، برون ریزی هم داشتی که چه بهتر. هر احساسی داری تخلیه کن و بنویس. مرسی عزیزم. و بدون که این پلنی که ما بازش کردیم خیلی راه هست که اون آسیب ها ترمیم بشه. تازه الان شروعش که دیدار ساده بوده، پس کار زیاد داریم. به هم قول بده توی این مسیر بیای، فقط به خاطر خودت و اون کودک درونت. دوست دارم. خدا نگهدار.